انفعال سازمان محیط زیست در بحران الیت. این عنوان گزارشی است که به تازگی روزنامه پیام ما منتشر کرده به قلم خانم مهتاب جودکی که در واقع مرور و خلاصه است بر دو گزارشی که مجلسیون تهیه کردن، یعنی کمیسیون امور داخلی و شوراها و دیگری کمیسیون کشاورزی در ارتباط با آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی که اخیراً در صدر خبرها بود و بیش از 20 روز هم اطفاء حریقش طول کشید. بر اساس این گزارش‌ها در این روزنامه اومده تغییر اقلیم، گرمای هوا، کاهش بارندگی و خشکسالی بی‌سابقه، تداوم الگوی تابستان، نبود رطوبت کف جنگل، شیب تند نزدیک به 80% و قرارگیری محل آتش‌سوزی در کانال بادی از دلایل طولانی شدن عملیات اطفاء حریق است. البته بعدش هم اشاره میکنه به اینکه نبود تجهیزات و امکانات و البته سازمان محیط زیست رو متهم میکنه به اینکه کمکاری کرده در عملیات اطفاء حریق و کارهای خودش انجام نداده، ولی اشاره به این نمیکنه که مسئله اطفاء حریق و وظیفه اطفاء حریق به عهده سازمان جنگل‌های مرحوم یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری امروزه. به این موضوع اشاره نمیکنه و بعد اشاره میکنه که جلسات منظم شورای عالی بحران هم جاشون خالیه و باز اشاره نمیکنه که رئیس سازمان محیط زیست اصلا در این شورای عالی جایگاهی نداره. البته پاکسازی درختان شکسته و افتاده رو هم به عنوان یک راه حل پیشنهاد میده که اینم واقعا جای سواله که چرا باید اکوسیستم های طبیعی اینجوری دست ببریم و آیا این راه حل هست یا نه. و بعد میگه که عوامل انسانی و که شامل شکارچیان غیر مجاز هستن و حفاران غیر مجاز اینا باعث این آتش سوزی شدن، ولی دلایل اصلی رو بهش اشاره نمیکنه. البته به تغییر کاربری اراضی اشاره هایی شده، ولی عامل اصلی باز تغییر کاربری اراضی نیست. تغییر کاربری معلول یک سری اتفاقات دیگه است. باعث تغییراتی در سیستم های طبیعی اکوسیستم ها می شود، ولی خودش عامل اصلی نیست. همه خجالت میکشن گویا و همه انگار از همدیگه رو درواسی دارن که اسم عامل اصلی و دلایل اصلی رو و دلایل ریشه‌ای رو بگن. شما احتمالاً بهتر میدونید که دلایل اصلی چیه.